18 سنبله، روزی که آسمان خون میگیریست، روزی که زمین افغانستان در سوگ یکی از بزرگمردان خود نشسته بود، روزی که مردم را در عزای رهبرشان نشاند و برای همیشه این روز را در تاریخ افغانستان به ماتم ملی تبدیل کرد. آره، 18 سنبله همان روزی است که یک تعداد از دشمنان افغانستان فرزند واقعی این کشور را در یک دسیسه شوم به شهادت رسانیدند. احمد شاه مسعود، بزرگمرد راه مقاومت و آزادی، در این روز برای همیشه با مردم وطن خود ودا گفته جام شهادت نوشید. اما مسعود راه از خود بجا ماند تا فرزندان دیگر افغان آن راه را ادامه دهند، راه مقاومت و آزادی خواهی. اقوام دیگه دیگه نماینده داره، افراد روشنی از قندهار داره، از پکتیا داره، از جلال آباد داره، از تمام مناطق روشن میشید و اینی اقوام مختلفی که یک جزء است و این مرکز مصمم به نیست که جلو تجاوز بگیره، صلح بیاره، یا اگر ما باشیم نباشیم این مقاومت. مسعود از آنجایی که حس وطن دوستی و آزادی خواهی در رگ رگش همچو خون جاری بود، در طول زندگیش گاه هم احساس خستگی نکرد و در راه خدمت به ملت و جهاد در برابر مزدوران خارجی و قشون سرخ روس مقاومت نمود. مسعود همیشه آرزو داشت تا افغانستان یک کشور کاملا آزاد و مستقل باشد. تصویری که من در ذهن دارم برای آینده افغانستان یک کشور متحد، مستقل، آزاد باقی بماند و رژیم سیاسی رژیمی باشه که مبتنی بر اراده مردم از طریق دموکراسی و خود آرای مردم باشه که رژیم آینده را تعیین. یک از اهداف و آرمان‌های همیشگی ما بوده که زمینه را مساعد کنیم تا مردم خودش بسنده. اینک مسعود دیگر در بین ما نیست. او خود را فدای دین، ملت و وطنش کرد، اما راه مقاومت را برای ما بجا ماند. مسعود بزرگمردی که از سلسله جبال هندوکش و از دره زیبای پنشیر سر برآورد و آفتابی شد بر روشنی افغانستان در سطح جهان. مسعود ابرمردی که تاریخ افغانستان را با خونش رقم زد و آزادخواهی را اثبات نمود. اگرچه که مسعود دیگر تکرار نخواهد شد، اما راهش همیشه سبز خواهد بود و رهروان راه حقیقت و آزادی همیشه این راه را تعقیب خواهند کرد و یاد او را گرامی خواهند داشت. مسعود کسی که با نمایندگی از تمام ملیت‌های ساکن افغانستان مبارزه می کرد و مقاومت را مقاومت مردم افغانستان می دانست. که در این طرف در طب قرار داره تنها مربوط به قوم تاجیک یا تنها مربوط به یک گروه خاصی سیاسی نیست، بلکه این مقاومت است از جمع اقوام
مقاومت است از جمع تمام حرکت‌های سیاسی که در گذشته بوده، یا در یک جمله گفتم بتانم مقاومت است از به نمایندگی از عام ملت افغانستان که تا حال ایستاد شده و در برابری تجاوز مقاومت کرده. احمد شاه مسعود می توانست کشتی طوفان زده افغانستان را علی الرغم تلاطمات خشن و بیرحم به ساحل امن و نجات هدایت کند. او می توانست نوید فتح و ظفر پایتخت افغانستان را همانند فتح افسانه‌ای کابل از یوغ چکمه‌پوشان ارتش سرخ یک بار دیگر از سلطه طالبان دگر اندیش و تروریست به دست خویش برای مجاهدین اسلام بشارت دهد. افسوس که دستهای نامیمون خفاشان شب پرست نگذاشتند تا میوه شیرین این درخت تنومند جهاد و مقاومت اسلامی افغانستان به بار بنشیند و آن مجاهد بزرگ سرانجام در ساعت 12:30 18 سنبله سال 1380 در خواجه بهاءالدین ولایت تخار در حال مصاحبه با دو تروریست عرب که خود را در لباس خبرنگار معرفی نموده بودند در اثر یک سوء قصد انتحاری به درجه رفع شهادت نایل آمد و به تاریخ 25 سنبله پیکر پاک و مطهر اسطوره جاودان و شهید عالی قدر راه استقلال و آزادی را در حالی که هزاران تن از همرزمان مجاهدش همراهی می نمودند با تشریفات کامل نظامی و با حضور مقامات عالی رتبه دولت اسلامی افغانستان در سریچه پنجشیر به خاک سپردند. روحش شاد، یادش گرامی و راهش همیشه سبز باد. مقاومت ادامه دارد.